سلام به دوستان هر جای دنیا که هستید، ایشالله که حال دلتون خوش باشه. این روزها در مورد تغییر حکومت زیاد صحبت میشه و بحثی که انجام میشه اینه که در آینده ما به چه حکومتی نیاز داریم و چه مدل حکومت بهترین جواب رو برای ما خواهد داد. آیا احتیاج به جمهوری داریم یا پادشاهی یا پارلمانی؟ اما یک سوال مهمتر که کمتر پرسیده میشه اینه که آیا اگر فردا ساختار تغییر کنه چه چیزی تعیین میکنه که آزادی ما از بین نره؟ آیا مدل حکومت کفایت میکنه یا نحوه رفتار ما در لحظه تغییر مهمه؟ تاریخ نشون داده حساس ترین لحظات برای هر جامعه نه قبل از تغییر بلکه درست بعد از اون اتفاق میفته. همه چیز در اوج احساسات، خشم، امید، هیجان و ترس و دقیقا در همین لحظه است که یک جامعه دو مسیر رو میتونه انتخاب کنه و در بین دو مسیر قرار گرفته. یکی مسیر واکنشی و یکی مسیر بازسازی. واکنش سریع، پر از انرژی، قاطع، اما واکنش معمولا از زخم ها میاد، از خشم ها و از عجله برای جبران. در مسیر واکنش چهره ها عوض میشن اما ساز و کارها همون گونه باقی میمونند. قدرت فقط جابجا میشه اما الگو تکراریه. اما مسیر دوم یا مسیر بازسازی بسیار متفاوته. قبل از اون که فقط تغییر بدیم باید اینو بپرسیم که چگونه این تغییر رو، این آزادی جدید رو حفظ کنیم. یعنی به جای تمرکز بر روی چه کسی شاید باید فکر کنیم که چه ساختاری نیاز داریم. بازسازی یعنی طراحی نهادهایی که اجازه ندن قدرت دوباره در یک نقطه تجمع پیدا کنه. این مسیر بازسازی برخلاف مسیر واکنشی بسیار آرومتره، کم هیجانتره اما پایدارتر. در بعضی چارچوب‌های تحلیلی میگویند هر حرکت یک جامعه از واکنش به تحول، حرکت از سطح احساسی به سطح آگاهی است. و بعضی معتقد هستند که اگر الگوی ما از حالت واکنشی عبور نکنه، ساختار ممکنه عوض بشه اما چرخه دوباره تکرار خواهد شد. اما وقتی آگاهانه عمل میکنیم امکان بازسازی واقعی وجود داره، حتی اگر اون سیستم حکومتی رو ما نشناسیم. اگر در مورد ایران صحبت میکنیم فقط پس بنابراین این مهم نیست که چه نوع حکومتی لازمه. سوال مهمتر اینه که بعد از تغییر آیا فقط واکنش نشون میدیم یا به فکر بازسازی هستیم؟ آیا قدرت رو فقط منتقل میکنیم یا به فکر توزیع قدرت هستیم؟ بازسازی واقعی بدون این مواردی که اشاره میکنم هرگز امکان پذیر نیست. بنابراین روی این مسائل باید بیشتر کار کنیم. اولین مسئله قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد، شفافیت مالی برای حاکمان، تمرکز زدایی از قدرت، نهادهای نظارتی واقعی. اگر این سازگارها وجود نداشته باشه هر نامی رو حکومت بذاریم نتیجه مشابهی خواهد داشت. اما یه لایه فرهنگی دیگه به غیر از لایه نهادی و نهادسازی بهش احتیاج داریم و اون فرهنگ سیاسی. فرهنگ سیاسی یعنی تحمل مخالف،
پذیرفتن قانون حتی اگر سخت باشه، جدا کردن نقد از دشمنی، مسئولیت پذیری جمعی. اینها تو قانون نوشته نمیشه، اما در رفتارهای اجتماعی قابل بحث و ساخته شدن است. پس شاید پرسش اصلی این باشه: در لحظه تغییر آیا آنقدر آرام هستیم که بازسازی کنیم، یا آنقدر زخمی هستیم و عصبانی که دوباره واکنشی رفتار کنیم؟ سرنوشت آزادی بیش از اون که به نام حکومت وابسته باشه، به این انتخاب وابسته است که کدوم مسیر رو انتخاب کنیم: مسیر واکنشی یا مسیر بازسازی. در قسمت بعدی دقیق‌تر روی این مسائل رو بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد چگونه از واکنش عبور کنیم و وارد بازسازی بشیم. چه ابزارهایی یک جامعه رو از یک چرخه تکراری بیرون میاره. اگر این مسیر برای شما هم جالبه، لطفاً به اپیزود بعدی گوش کنید. روز و شبتون خوش.